بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دانش آموزان عزیز، به خصوص دانش آموزان کلاس 11 ریاضی، درس آمار و احتمال. درس آمار و احتمال بچه ها میخوایم با موضوع مجموعه ها یه مقدار کار بکنیم و مجموعه ها رو با هم تمرین بکنیم. سوال اینه که در یک از حالتهای از این مجموعه خواسته شده را هاشور بزنیم. بچه ها میخوایم با هاشور زدن جواب سوال رو به دست بیاریم. اینجا آ اجتماع بی، آ اجتماع بی اگر یادتون باشه گفتیم ایکس هایی که ایکس عضو آ و ایکس عضو بی، یعنی هم داخل آ باشه هم داخل بی باشه. بی اجتماع آ خب داخل بی باشه و بعدم داخل آ باشه. من از این میگیرم که آ اجتماع بی برابر است با بی اجتماع آ. و اما صحبت بعدی آ اجتماع بی اجتماع سی. اول آ اجتماع بی که قبلا یاد گرفتم به دست میارم، بعد با سی اجتماع بکن. این بار گفته اول بی با سی اجتماع بکن و سپس آ رو با بی و سی اجتماع بکن. خب اگر نگاه بکنید این دوتا هم برابره. خب پس من چی یاد گرفتم؟ این که اجتماع خاصیت جابجایی داره، جابجایی، و حالت بعدی من میتونم پرانتزهای ست اجتماع پشت سر همو جاشون رو تغییر بدم و اینو پخشش کنم، یا اول آ رو بنویسم بعد بی اجتماع با سی. اما مثال بعدی گفته آ اشتراکش با بی اجتماع سی. خب میگه اول بی با سی اجتماع کن. خب بی با سی اجتماع میکنم میشه این. خب حالا میگه آ رو با اینا اشتراک کن، میشه این قسمت که هم تو آه هم تو قسمت های آبی قبلی. خب ببینیم اینجا چی میگه. اینجا میگه اول آ رو با بی اشتراک کن. خب آ رو با بی اشتراک کنم میشه این قسمت. بعد میگه آ رو با سی اشتراک کن، آ رو با سی اشتراک میکنم میشه این قسمت. حالا میگه اینا رو با هم جمعشون. خب جمعش میشه این. خب شد همون جواب قبل. این بار من میتونم بیام اینو بگم 2 ضرب در 3 به علاوه 5 چی میشد بچه ها؟ میشد 2 ضرب در 3 علامت ضرب رو میگیره، بعد به علاوه رو میذاشتیم 2 ضرب در 5. خب اینجا میگه اگر من داشته باشم آ اشتراک با بی اجتماع سی، آ را با بی اشتراک بگیم، بعد اجتماع با آ را این بار با سی اشتراک. خب با فرض این که داشته باشیم بریم یه مثال دیگه رو حل بکنیم. یومون باشه اعضای 1 تا 6، آ 1 2 3 بی 3 4 5 و سی هم 1 2 5 6. در این صورت درسته یک از تساوی زیر رو ثابت کنیم. خب بچه من اولیه رو ثابت میکنم، دومیه و سومیه به عنوان تکلیف. آ اشتراکش با بی، آ و بی فقط 3 را اشتراک داره، جواب میشه 3.
بی حالا اگه با اشتراک میام خب بازم جواب میشه 3 و این دوتا با هم برابر. خب برای اثبات تساوی آ و بی باید نشون بدیم آ زیر مجموعه بیه و بی هم زیر مجموعه آ. خب ثابت کنیم برای هر دو مجموعه آ و بی. اینو میخوایم الان به صورت عضوگیری بچه ها ثابت کنیم. همین کاری که اینجا انجام دادیم روی نمودار ون گفتیم آ اجتماع بی با بی اجتماع آ برابره، اینجا میخوایم به صورت عضوگیری بریم. خب تعریف اجتماع میگه ایکس هایی که عضو یوه اون ایکس عضو آ باشه و ایکس عضو بی باشه. خب من توی و میتونم اینا رو جا به جای کنم. جا به جای و رو داریم ایکس عضو بی و ایکس عضو آ باشه و با توجه به تعریفم الان بی و اجتماعی با آ و این دوتا ثابت کنم که آ اجتماع بی برابر است با بی اجتماع آ به کمک عضوگیری. بریم ادامه ببینیم چی میگه. ستایه را میگه ثابت کنید آ اجتماع بی اجتماع سی مساوی آ اجتماع بی اجتماع با سی. خب میگم این چیزی که تو یوه باشه ایکس عضو آ باشه و ایکس عضو بی اجتماع سی باشه. خب ایکس عضو بی اجتماع سی باشه یعنی ایکس عضو بی باشه و ایکس عضو سی باشه. شرکت پذیری و رو داریم، یعنی من میتونم جای پرانتز رو عوض بکنم. شرکت پذیری بچه ها یعنی جا به جای پرانتز، جا به جای پرانتز. خب میشه ایکس عضو آ باشه و تعریف اجتماع همی میگه آ اجتماع بی و این دوتا هم میشه آ اجتماع بی اجتماع با سی که این مرحله هم ثابت شد. یه با استفاده از روش عضوگیری خاصیت توزیع پذیری اجتماع نسبت به اشتراک را ثابت بکنید. یعنی چی ما میخوایم ثابت بکنیم؟ ما میخوایم ثابت کنیم آ اجتماع بی اشتراک سی میشه آ اجتماع بی اشتراکش با آ اجتماع با سی. خب اول من فرض میکنم که این از این طرف میخوام بیام به این و بعد برعکس اونا برگردم. میگم ایکس که عضو آه و ایکس عضو بی اشتراک با سیه. ایکس عضو آ یا ایکس عضو بی اشتراک با سی یا به خاطر اجتماع. خب این اشتراک من باید و بزنم میشه ایکس عضو بی و ایکس عضو سی. من الان توزیع پذیری و نسبت به یا نسبت به و را دارم. میتونم اینا چیکار بکنم؟ توزیعش بکنم. بگم آ یا بی و آ یا سی. ایکس عضو بی ایکس عضو آ یا ایکس عضو سی. خب اینا هم میتونم تعریف بکنم. تعریف اجتماع میشه آ اجتماع بی، این هم با ثابت تعریف اجتماع میشه آ اجتماع سی. الان این تعریف اشتراکه. تعریف اشتراک میشه آ اجتماع بی اشتراکش با آ اجتماع با سی. خب از اینجا چه ثابت کردم؟ یه عضو گرفتم داخل این و نشون دادم این عضو داخل اینه. پس ثابت کردم که آ اجتماع بی اشتراک سی زی مجموعه است با آ اجتماع بی اشتراکش با آ اجتماع با سی و به همین ترتیب میتونم اینو برگردم، همه این فلش ها رو برگردم و ثابت کنم یه عضو بگیرم داخل این، ثابت کنم داخل اینه و نتیجه عکسش رو بگیرم، یعنی آ اجتماع بی اشتراکش با بی اجتماع سی برابر است با آ اشتراک با بی اجتماع سی و به این صورت ثابت کردم که دو طرف با هم برابره. خب یه سه تذکر داریم. یه با توجه به تعریف متمم یک مجموعه و تعریف اجتماع و اشتراک
میتونیم اینا همیشه برقرارم. آ اجتماع بی آ اجتماع هر مجموعه با متممش میشه مجموعه مرجع. این آه، این آه، این هم مجموعه متممشه، اونه که داخل آن نیست، این هم متممشه. وقتی این داره با هم اجتماع بگیرم میشه یو. آ با متممش هم خب توهیه، آ را اگر با یو اجتماع بگیرم خود یو میشه و اگه اشتراک بگیرم خود آ میشه. یا حالا با استفاده از خواص فوق موارد زیرا ثابت بکنید. خب من الف رو ثابت بکنم. اول الف چی میگه؟ میخوام ثابت کنم آ اجتماع آ اجتماع بی اشتراکش با بی پریم اجتماع آ مساوی با آ اجتماع بی اشتراکش با بی پریم اجتماعش با آ. خب من از خاصیت جابجایی میام این یکی جابجاییش انجام میدم، میگم آ اجتماع بی اشتراکش با آ اجتماع بی پریم. خب همین الان من اومدم توزیع پذیری یاد گرفتم، میتونم بنویسم برابر است با آ اشتراکش با بی اجتماعش با بی پریم. خب هر مجموعه هم که با مجموعه متممش جمع بشه یه اجتماع گرفته بشه میشه یو. همین که میشه آ اجتماع با یو. آ رو هم که با یو جمع کنیم میشه اشتراک بگیریم میشه آ. این از اول. بریم سراغ دومی. باز این من میتونم سی یا با آ پریم جا به جا کنم، مثلا سی اشتراکش با آ پریم و از این چه نتیجه بگیرم؟ میگم سی اجتماعش با آ اشتراکش با آ پریم که میشه توهی، سی هم اجتماعش با توهی میشه خود سی. بچه ها این ت و پ باشد به معنی تکلیف. خب بریم ادامه. البته اثباتش هم نوشته. خب حالا که اثباتش نوشته و جوابش نوشته، من ت را ثابت کنم براتون چون به روش عضویه دیگه خواستم به معنی تکلیف باشه، ولی خب چون جوابش داخل کتاب هست هیچ. ت به ما چی میگه؟ میگه آی منهای بی مساویس با آ اشتراکش با بی پریم. من یه ایکس میگیرم عضو آی منهای بی. طبق تعریف ایکس عضو آ و ایکس عضو بی نیست. این یعنی چه؟ یعنی ایکس عضو آ و ایکس عضو بی پریمه. و این یعنی چی؟ یعنی ایکس عضو آ اشتراک با بی پریمه. اینا هم که برگردم طرف مقابلش اثبات کردم و ثابت کردم که آ منهای بی مساویس با آ اشتراک با بی پریم. بریم سراغ این قضیه. میگه برای هر دو مجموعه دلخواه از مجموعه مرجع یو داریم آ زیر مجموعه بیه اگر و تنها اگر آ اشتراک بیش مساوی با بی باشه. برهان میگه قبل از اثبات ابتدا در نمودارهای زیر این دوتا را نشون میده. آ اجتماع با بی اگر آ زیر مجموعه بی باشه، آ زیر مجموعه بی باشه، آ اجتماع بی نشون میدیم که بی. پس این درست. اگر آ زیر مجموعه بی باشه اشتراکش هم که میشه آ، این که میشه آ، این هم که میشه بی و ثابت شد. حالا میخوایم بریم و به روش حالا عضوگیری یا مواردی چنینی یا مواردی که یاد گرفتیم اثبات کامل.
یه فرض کنید آزی مجموعه بی ثابت کنیم آی سمای بی مساوی با بیه. خب از این که آزی مجموعه بیه، بی هم زی مجموعه بیه، من میتونم نتیجه بگیرم آ اجتماع بی یعنی دو تا اجتماعی زی مجموعه است با بی اجتماع با بی. خب و از اینجا میگم که آ اجتماع بی زی مجموعه بی. یه مورد دوم باید ثابت بکنم بی زی مجموعه اینه. خب مورد دوم که بعدیه بی همیشه زی مجموعه آ اجتماع بی هست. از این دو تا نتیجه میگیرم که آ اجتماع بی برابر است با بی. مورد ب سراغ اشتراک میخوایم بریم. اگر آ زی مجموعه بی باشه میخوایم ثابت کنیم آ اشتراک بی مساوی با آ. یه میدانیم که آ زی مجموعه آ زی مجموعه بی هم هست. حالا از دو طرف اشتراک می‌گیریم آ اشتراک با آ که میشه آ زی مجموعه آ اشتراک بی شد. از طرفی آ اشتراک بی مجموعه آ هم میشه. از این دو تا من میتونم نتیجه بگیرم که آ اشتراک بی برابر است با آ. خب بچه‌ها یه کار در کلاس دارید، این به عنوان تکلیف باشه، حل کنید، بریم ببینیم چی دیگه داریم برای این مبحث. و اما قوانین دمورگان میگه آ اجتماع بی میخوام بگیرم، آ را با بی اجتماع بگیرم، بعدش یه متمم بگیرم. خب این آ اجتماع متممش چی میشه؟ متممش میشه این بیرونی ها که با قرمز میزنم. خب حالا میگه آ پریم با بی پریم اشتراک. اول بریم سراغ آ پریم، اونایی که داخل آ نیست. این آ بی پریم رو با یه رنگ دیگه میزنم، این هم بی پریم. جایی که هم آبی و هم قرمز است و نشون. خب اگر نگاه بکنید این مشکی ها با این رنگ نارنجی اینجا شبیه به هم شد. پس من دارم آ اجتماع بی یا اگر بخوام متمم بگیرم دوتا رو متمم بگیرم، اجتماع رو به اشتراک تبدیل میکنم. خب یه مثال گفته آمون 2 3 5 8 بیمون 3 4 6 8 آ رو اشتراکش با بی حساب کنید و متمم بگیرید. خب این برعکس اونه. اول اینجا میگه آ اشتراک با بی پریم میشه، من میگم میشه آ پریم اجتماع با بی پریم. بریم ببینیم درسته یا نه. آ اشتراک با بی، آ و بی دو که نیست 3 هست، فقط 3 دیگه نداره. خب متممش چی میشه؟ میشه از 1 تا 10 به جز 3. 1 2 4 5 6 7 8 9 و 10. خب آ پریم چی میشه؟ آ پریم میشه 1 آ پریم 1 2 نیست 3 نیست 4 5 نیست 6 7 8 نیست و 9. بی پریم چی میشه؟ بی پریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب آ پریم چی میشه؟ آ پریم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب آ پریم چی میشه؟ آ پریم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بی پریم چی میشه؟ بی پریم
3 را داریم 1 و 2 میشه، 4 نیست 5، 6 نیست 7، 8 نیست 9. خب اجتماعی نمیشه 1 2 4 5 6 7 و 9. آها بچه اینجا 8 هم مشترک بود و 8 اینجا نیست. خب این هم میبینیم میشه مساوی 3 ما این دوتا میشه 1 2 4 5 6 7 9 و 10. خب این به دو روش مجموعی و نموداری و حالا میخوایم این را ثابت بکنیم. قوانین دمورگان میخوایم ثابت کنیم. میخوایم ثابت کنیم چرا آ را اگر من بیام با بی اجتماع بکنم، آ اجتماع بی اگر بیام متمم بگیرم میشه آ پریم اشتراک با بی پریم. خب طبق داستانی که قبلا داشتیم من باید بیام یه دونه عضو بگیرم داخل این، نشون بدم این عضو داخل اینه، یعنی ثابت کنم آ اجتماع بی اگر متمم بخوام بگیرم زیر مجموعه آ پریم اشتراک بی پریمه و برعکسش و برعکس و آ پریم اشتراک بی پریم زیر مجموعه آ اجتماع بی پریم. خب من یه ایکسی میگیرم داخل این ایکسی که داخل آ اجتماع بی پریمه، یعنی ایکس عضو آ اجتماع بی نباشد. خب یعنی ایکس عضو آ نباشد و ایکس عضو بی نباشد. خب یعنی ایکس عضو آ پریم باشه و ایکس عضو بی پریم باشه. خب من نشون دادم که ایکس باید عضو آ پریم اشتراک بی پریم باشه، این و تبدیل میشه به اشتراک. ثابت کردم که آ اجتماع بی اگر متمم بگیرم زیر مجموعه اینه و همین دارم میتونم برگردم جایی که میشه برگردیم. بچه برمیگردیم که دوباره نخواهیم خط تکرار بکنیم. خب این دوتا الان ثابت شد و ثابت شد که آ اجتماع بی یا من اگر بخوام متمم بگیرم این برابر است با تک تک و متمم بگیرم و بعد سپس یه اشتراک بینشون میدم، یعنی این تبدیل میشه به اشتراک. اگر اشتراک بود تبدیل میشه به اجتماع. دوم یه را دیگه خودتون اثباتش رو بنویسید. یه کار در کلاس داریم، اینم به عنوان تکلیف میذاریم. یه مقدارش رو حل کرده، یه مقدارش رو خودتون باید حل بکنید. این کار در کلاس هم ادامه تکلیف هاست، پس کار در کلاس ها رو خودتون حل کنید. حالا من هر کدومش بود که گفتم و هر کدومش هم که نگفتم خودتون حل بکنید. درسمون میرسه سر ضرب دکارتی. انشاءالله جلسه بعدی میریم و ضرب دکارتی درس میدیم. امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید، کار در کلاس ها رو حل بکنید. سوالی داشتید در پیوی یا در کامنت بپرسید که جوابتون بدم. خدا نگهدار همه.